مسئله شستن دندان است. مثلا اگر دندان رو در زمان پیامبر با مسواک میشستند و حتی اینجا حدیث بود که من خیر خلال سعی سواک، از بهترین چیزهای تازه کننده دندان برای روزدار این مسواک است که در مسند در سنن ابن ماجه حدیث رو آوردگیان. یگانه بعض طعم‌های هست که بعد از دندان شستن 1 ساعت 2 ساعت در دهان میموند. مسواک نبود. در همین باره زیاد خواهرها میپرسند که مثلا ما با مثلا معجون دندانشویی دندان ها رو شستیم، طعمش در دهانمان بوی خوشش می آید، این روزه رو میشکند یا نه؟ مسواک هم عیناً طعم دارد، مسواک هم عیناً بوی خوش دارد. پیامبر این رو برای روزدار بهترین است گفتگی هستند. برای همین ان شاء الله با شستن دندان ها روزتان نمیشکند. با شستن دندان ها، چی با معجون دندانشویی باشد چی با تازه کردن مسواک باشد، روزه شما نمیشکند. اما چه خیلی گفتم از طریقه بینی و از طریقه گوش هر چیز داخل می شود یا از طریقه بدن هر چیز به داخل بدن داخل می شود روزه می شکند. میگن چشم رو خارج میکنن که از چشم علاج نیست به معده رود یا به داخل رود و با آبهای چشم بیرون میپرتاید چشم. حرکت کنیم مثلا برای چکانیدن به بینی، چکانیدن به گوش یا حتی روغن ریزی، بعضی به گوش روغن میریزند، بعضی روغن ها برای شفاگی، همین ها رو نکنیم. برای اون که حتی این علما روزه رو میشکنند. میگن آره مثلا مذهب امام مالک است، بعضی علمای معاصر هستند که میگن نه روزه رو اینها نمیشکند، اینها یگان خیلی غذا نمیشود، به معده رود هم به تو قوت نمیدهد. به هر حال وقتی که مثلا یک جمهور از علمای زیاد در این مسئله میگن روزه میشکند، بیاید به همین چیزا عموما نزدیکی نکنید. و کسایی که هم اوکال میگیرن یا سوزندارو میگیرن، حرکت کنید در همین ماه رمضان نگیرید یا اینکه شبانه گیرید که خوش به حال طبیبانی که اهل اسلام هستند. سبحان الله در مصر وقتی بیمار به نزد طبیب در رمضان میرود، طرز برایش معالجه می نویسند که بعد از افطار بگیر یا سحری در سحرخوری بگیر. اصلا نمیگم باید روزه رو شکنید، چگونه که در جای ما هست که همیشه گپشون نه برای تو اجازت است. به خبر از اینکه برکت رمضان می رود، تو روزه که در رمضان میگیری در دیگر وقتها گرفته نمیتوانی.